بزرگترین اشتباهات ایرانیان هنگام شرکت در مراسم ختم. وقتی میگی غم آخرتون باشه، انگار به فرد میگی نفر بعدی که فوت میکنه تویی. به جاش بگو خدا بهتون صبر بده. وقتی میگی حداقل دیگه رنج نمیکشه راحت شد، یعنی درکی از غم از دست دادن عزیز نداری. جای این جمله بگو منو توی غم خودتون شریک بدونی. هیچ وقت نگو حداقل مادرتو داری. هر فردی جایگاهی داره و کسی نمیتونه جای خالی رو پر کنه. به جای این حرف از خاطرات خوب مرحوم بگو. تو اگر بلد باشی کی و کجا از چه کلماتی استفاده کنی، در واقع شخصیت و عزت نفس خودت رو بالا نشون دادی. پس شروع کن به یاد گرفتن فن بیان. خانم دکتر فرشته ایران نژاد، متخصص فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، تو پیجشون کلی پست دارن که بهتون یاد داده از چه کلماتی کجا و چطور استفاده کنین که عزت نفس و شخصیت بالایی از خودتون نشون بدین و بدون استرس و توپق صحبت کنین. همین الان وارد پیجش بشید و از 3 تا پست آخرش شروع کنید.